خب دوستان نهایت گرامی دامدرک باید ویدیو رو قطع میکردم. این اونمون راه هست که میبره طرف جاده پاهنتون، در سرک پاهنتون دوستان عزیز. دو طرف هم میبینید خودتان که چپکاری شده و کاملا از بین رفت. نه عبور کرد دو جاده رو میره، بیشتر جاده نداد دیگر شما اون دوباره استاد شد. سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین و از زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، دوستان خوب، یک جاده یک ما داشتیم دوستان عزیز به نام جاده پاهنتون کابل، روزگاه بزرگ نسته که کباب‌پزی شیرازه هستی داشتیم. خب به هر طور دوستان عزیز یک جاده داشتیم به نام جاده پاهنتون شهر کابل که سرک 5 کیلو همچنان برش میگن. کباب ببینید، کباب واه واه واه، تو یک کباب بود دوستان عزیز که آدم هوس میکرد. خب دوستان نهایت گرامی دامدرک باید ویدیو رو قطع میکردم. این اونمون راه هست که میبره طرف جاده پاهنتون، در سرک پاهنتون دوستان عزیز. دو طرف هم میبینید خودتان که چپکاری شده و کاملا از بین رفت. و حالا دیگه کار جریان داره به شدت، اما تو که سرک بزرگ بسازن واقعا دوستان عزیز با مدرد باید از جنراتور بگذشیم. این سرک روبندی های بسیار خطرناک داشت، روبندی های بسیار زیاد داشت و باید بزرگ می شد. حالا کار جریان داره دوستان عزیز. بسیار جاهایی که بودن مشهور بودن، مثلا همی قصابی ها بود، مولوفنچری ها بود، یا پشت سر رفتن یا دکانه خود تغییر دادن، باز نشته کردن که از فلان جای به فلان جای تغییر کردم و دکان ما یا قصابی یا ما هر جایی که میبینید دوستان عزیز که کار بعد رقم جریان داره و کار کرده میرن. خب دوستان عزیز هم تو سلو با پیش میریم. میبینین که دو طرفه زده تخریبات زیاد کرده و کارش به شدت جریان داره. جویا رو کنده میرن، جوی کنی هست کلا دوستان عزیز. طرف خانه ها به این قسم تخریب شده. جام دیگه به خاطر که در جوی نریزه آب فاضلاب دیگه همونجا چیز در این موتر هم آمدن، موتر رو دوباره دور دادن بریک جلو نیست.
دیگه دوستان عزیزم تو سلو ما پیش میریم. اینا مسئولین پروژه بودن کاملا. ما دیگه خب با کس صحبت نمیکنه، خودتان دیدین ویدیوها رو میفهمین که کار ما چه قسم است. اینجا اون سرک دوستان عزیز در حال کندن کاری هست و کارش هم همچنان به شدت جریان داره. ببینیم این موتر نه عبور کرد تو اجازه رانی ده بیشتر اجازه نداد دیگرشون اون دوباره استاد شد. دیگر اما در نهایت دوباره اجازه داد. خب به هر صورت این دوستان از اینجا را خط اندازی کرده. یعنی خط اندازی ها دیگه کنده میشن. جوی کنده میشن. ساعت 5 دقیقه مونده به 2 ساعت با وقت کابل دوستان است. 5 کم 2 هست بعد از ظهر البته. دیگه تقریبات دوستان عزیز کامل شده. جویکنیش مونده. بعد از جویکنی دیگه با سرک کنده میشه، دوباره پر میشه، جویا کانکریت ریزی میشه، لایه بلا یک سرک پر شد. باز بعد از او تیراندازی میشه دیگه. هنوز پروژه اولش از کارش خانم به این شکل دوستان عزیز همش تخریب شده. دو طرف هم کوه از دوستان عزیز که بالا میشه و از پشت سیلو پایین میشه طرف کارت مامورین شهر کابل. اینجا دوستان عزیز کلش نجمع تخریب شده میره. این سرک بسیار دوستان عزیز سرک 5 سیلو هم میگن. یا نفهم که واقعا سرک 5 سیلو هست یا هم نه. خوب دوستان عزیز تو دوباره برمیگردیم پایین دیگه چیزی نیست. این سرک هم امتداد داره میره به طرف فهانتون و او سرک دیگه شون میبره طرف سرک دیمزنگ. دیگه بسیار سرک کاربردی از دوستان بسیار از مهمترین و کاربردی ترین سرک های شهر کابل همی است، چون که مردم بسیاری ها نمیخواین در بیربار کوته سنگی بند بانن، را دور میزنن و میای نتیجه دوباره در سرک سیلو میبراین. خوب دوستان عزیز انشالله که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانالم چون سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همایتان.